ما امروز به خاطر جمع شدیم که آغاز سال تعلیمی هست، همچنان دوره لیسه و متوسطه برای دختران بسته هست و امسال زنگ دروازه‌های مکتب به صدا در نیامد. آموزش حق اساسی ماست، نه طرح سیاسی. تعلیم حق ماست، آزادی حق ماست، نه به آپارتاید جنسیتی. مادران آگاه، جامعه آگاه. ما حقوق اساسی خود را می خواهیم. تعلیم و تحصیل حق اساسی ماست. کار حق اساسی ماست. ما زنان افغانستان حقوق مساوی با مردان داریم. ما زنان افغانستان می خواهیم مانند سایر زنان جهان تعلیم، تحصیل نماییم و کار کنیم. ما از محدودیت طالبانی خسته شده ایم. اینجا تبعیض جنسیتی بیداد می نماید. اینجا هست که ما سرنوشت ما با معامله گرفته شده و با طالبان جهان در معامله هست و هر روز طالبان به خاطر سرنوشت دختران از جهانیان کردیت و حمایت میگیره. در افغانستان قربانی سیاستشان دختران شده است. نزدیک به 2 سال می شود که از شورای مکاتب و دانشگاه ها خبری نیست و این نشانگر این است که طالبان ما زنان و دختران افغانستان را کاملا از جامعه حذف کرد. ما از جهالت خسته شده ایم. زنان نیمی از پیکر جامعه هستند. زنان افغانستان حذف شدنی نیستند. زنان افغانستان به خاطر حقوقشان که تعلیم، تحصیل، کار و هر گونه فعالیت های اجتماعی، سیاسی، فرهنگی هست، ما به خاطر به دست آوردن حقوقمان مبارزه خواهیم نمود و ما تایی که حقوق خود ما به دست نیاریم سکوت نخواهیم کرد. طالبان دشمنان زنان افغانستان می باشد.